مسائل اختلاف میان علم و عمل. اگر علم باشد ولی عمل نباشد مثل یهودیان انسان قرار میگیرد، چون الله سبحانه و تعالی در کلامش یهودیان را به خاطر چیز مذمت کرده، به خاطر چیز آنها را سرزنش کرد. هر روز ما سوره فاتحه میخونیم میگیم غیر المغضوب علیهم، نه آن کس، پروردگار ما را به سوی آن کسانی که بر آنها تو غضب کردی بر آنها پیوست مکن، ما را از آنها دور بساز. برای چی الله بر این یهود غضب کرده؟ به خاطر آنه که آنها علم داشتن ولیکن با علم عمل نکردند. اما اگر عمل باشد ولیکن عملی به علم باشد، انسان به مثل نصارا قرار میگیرد، نصرانی ها. و در آخر آیت سوره فاتحه ولا الضالین میگم نه گمراهان، پناه میبریم به سوی الله از این دو طایفه خبیث. چون یهودیان علم داشتن عمل نکردن و نصرانی ها به علم عمل کردن، مثل صوفی های حاضر زمان واری بدون علم از خود قانون شریعت قرار داده عمل میکنن بر آن. پس یهودیان حقیقت رو میدونستند، اما از روی حسد خود و از روی ظلم و ستم، از روی سرپیچی و سرکشی عمل نکردند. کسی که اگر که به اینها مانند کنه خودش رو از روی اینها قرار میگیرد، آن را با از مردم پنهان کردن، با مردم علم را نرسوندن. الله سبحانه و تعالی میفرماید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، کسانی که به آنها کتاب داده شد آنها پیامبر رو یعنی صلی الله علیه و سلم رو میشناسند، آن رو میدونند چنان که فرزندان خود رو میشناسند، یعنی که پوره و کامل پیامبر را شناختند. و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، ولی گروه از آنها حق را پنهان کردند در حالی که میدونستند. در سوره بقره آیه 146. و نصارا باشد دقت با اخلاص داشتند، یعنی با اخلاص الله را میخواندند، عبادت میکردند، ولی به علم، بدون علم. همین است که گمراه شدند. برای قد هر روز میگویی ولا الضالین، نه گمراهان. شیخ الاسلام رحمه الله تعالی گفته است که هر کی از علمای این امت علم داشته باشد، هر کی از علمای این امت علم داشته باشد اما بر طبق آن عمل نکند یا که بر طبق آن عمل نکرده باشد، مانند یهودیان است. و هر کی از عابدان یعنی عبادت کنندگان عبادت کند ولی بر جاهلی بدون علم، مانند نصارا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث پاهای بنده، قدمهای بنده در روز قیامت از جای نمی جنبد. یکی در روز قیامت چنان سختی هست که هیچ کسی هیچ حرکتی را انجام نمیدهد تا از 4 چیز از او پرسیده شود. 4 چیز از او پرسیده می شود، قدمت را حرکت نمیدهی. از عمرش که در کجا صرف کرده است. پس مراقب این نعمت بزرگی که الله برای تو عطا کرده است باش. این عمری که الله برای تو داده است، تو آن را هر روز 24 ساعت وقت داره، اون رو در کجا صرف می‌نمایی؟ آیا در راه خیر است یا در راه بد؟ در کجا می‌گردی در این 24 ساعت؟ از عمری که تو در کجا صرف می‌نمایی در روز قیامت از تو پرسیده می‌شود. از علمش که چگونه به آن عمل کرده است. پس آن علمی که ما می‌آموزیم تلاش نماییم که با آن عمل کنیم، بر خاندان خود بیاموزانیم، چون علم نور است، روشنایی است، هدایت است، بخشش است. از مالش که در کجا این مال را صرف کرد، مال را از کجا آورد و در کجا صرف کرد، و از وقتش. ابن قیم رحمه الله تعالی که تلمیذ و شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی است، در کتاب فوائدش یکی از نیکوترین کتاب هاست بیان می‌نماید علمای سو، یعنی عالمان بد، در بیان علمای سو، عالمان بد در نزد در بهشت نشسته‌اند. خوب گوش بدهید، چون علما دو قسم هستند، علمان راهنمایی کننده هستند و علماهای سو هستند، عالمان بد هستند. و در زمان ما علمان بد چیز زیاد شده هستند، به سوی بدی میکشونند. سخن زیباست، به نهایت با دقت گوش بدهید. میفرماید علمای سو، عالمان بد در نزد در بهشت نشسته هستند، مردم را با سخنانشان به سوی آن دعوت میکنند، به سوی بهشت، ولی با عملهایشان به جهنم راهنمایی میکنند، با عملهایشان به سوی جهنم راهنمایی میکنند. پس هر بار که سخنانشان گوید بیایید دعوت نماید، عملهایشان میگوید گوش ندهید، دور باشد که شما را به سوی جهنم راهنمایی میکند. اگر آنچه میگفتند حق میبود، خود اولین عمل کنندگان سخنان خود میشدند و آنها، چهره های آنها از ریش، از لباس در صورت ظاهر به سوی نیکی راهنمایی کننده هستند، نیکخواه هستند، دوستدار نیک هستند در ظاهر، ولی حقیقتا چیز آنها راهزن‌های هستند که در این راه نشسته هستند. پس بدون که علم و عمل دو بال هستند، دو پر هستند که بدون هم امکان آپذیر است. یکی نباشد دیگری نمیتواند با سوی نور راهنمایی شود.
پس علم نور است که راه را روشن میکند و عمل قدم است که به سوی بهشت تو را راهنمایی میکند. پس علم به عمل این غرور است، تکبری و سرکشی است و شایسته لعنت است مثل یهودیان، و عمل به علم گمراهی است مثل نصارا. پس شخص تعلیم گیرنده متعلم باید همیشه شرم داشته باشد. از چی؟ باید بگوید با خودش من چی کار کردم؟ من چی میدونم؟ من چی آموختم؟ آیا با این آموختم عمل کردم یا عمل نکردم؟ زیرا علم با عمل زنده میگردد. بارک الله فیکم.